بهترین زمان خوردن میوه پرورده زیتون که بهترین پروردهش تو آب و نمکه که پرورده شده باشه، همراه غذاست، نه به عنوان قبل غذا یا به عنوان دسر بعد از غذا. خوردن زیتون به همراه غذا مقوی معده است، اشتهای خوب انسان پیدا میکنه برای درد قسمت‌های مختلف بدن به عنوان یک ضد درد همراه غذا خورده بشه. و اگر بعد از غذا یا قبل از غذا باشه به عنوان پیش غذا باشه، خلط خام تو بدن تولید میکنه و باعث سوس شدن معده میشه. چه عجیب. یعنی قبل غذا بخوریم ممکنه که خیلی از خواص اذیت هم بکنه. اینکه یه زیتون میذارن جلو خودشون، مثلا یه کاسه شروع میکنن همینجور به خوردن تا غذا بیاد. این کار اشتباهیه. خیر